فرزانه خورشید آوازخوان جوان تاجیک با نشر یک ویدیو در اینستاگرام و تیک تاک خبر داد که عطری که مخصوص به نام او ساخته شده است و شیدی نام دارد به بازار می درآید. عطر شید بای فرزانه خورشید، عطر سویه‌دار از فرزانه خورشید به گفته خود آوازخوان در فرانسه ساخته می شود. الحمدلله عطر من دسترس مخلصانم خواهد شد. شیدی بای فرزانه خورشید، این چه خوشبختی است که به نام تو در فرانسه عطر می سازند. الحمدلله که به این روزها هم رساندم الله، نوشته است فرزانه خورشید. اما در ویدیوی فرزانه خورشید درباره بوی این عطر چنین میگوید: این یک عطر نایافتنی با بوی ناتکرار است. من که خودم یک دختر قوی هستم، این عطر هم بوی بهت قوی دارد، بوی آرام ندارد. نرخ عطر به نام فرزانه خورشید ساخته شده را هنوز اعلان نکردند. سال 2020 شبنم سوریا، آوازخوان شناخته و خواهر کلانی فرزانه خورشید نیز خبر داده بود که به نامش عطر ساختند. نرخ یک شیشه عطر شبنم سوریا 89 یورو، بیش از $100 مقرر شده و گفته میشد که این عطرها در آلمان تولید میشوند. در معرفنامه عطر شبنم سوریا گفته میشد که عطر شبنم سوریا از طبیعت الهام گرفته یک نمونه نزاکت نادیدنی است، رمز کمال و گرمانی است. شبنم سوریا برای آمیزش زیباترین اشیاء طبیعی عطر ساخته است، بی پایان و درخشان و در عین زمان مایه و ساده. دیدار با عطر عشق، دیدار با عطر شبنم. عطر نو را تحت چنین شعار به بازار درآورده بودند. فرزانه خورشید و شبنم سوریا فرزندان آوازخوان شناخته سوریای قاسم بوده در شهر کولاب به دنیا آمده و در همانجا به وای رسیدند. شبنم از آغاز سالهای 2000 و فرزانه چند سال بعدتر وارد صحنه استراد تاجیک شده، خیلی زود در ردیف آوازخوان‌های معروف کشور جای گرفتند. فرزانه خورشید از ازدواجش با فریدون خورشید 2 فرزند، یک دختر و یک پسر دارد. شبنم سوریا از ازدواج یکمش یک دختر دارد.